کی میخواهد در نامه اعمالش اجر و ثواب یک ساله روزه نوشته شود، یک سال کامل روزه نمیداره ولی اجر و ثواب یک ساله روزه را به دست میاره. یک سال کامل روزه گرفتن که خیلی مشکل است. در روایت بخاری آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه ارشاد فرمودند 3 روز از هر ماه روزه بگیر، این مانند روزه گرفتن یک سال است. این حدیث مصداق این سخن پروردگار است که میفرماید من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. هر کسی کاری نیکی انجام دهد برایش 10 برابر اجر و ثواب است. 3 ضرب 10 30، باقیش را خودت حساب کن. عمل اندک ولی اجر و ثواب بزرگ. هر کسی این نوار را به دیگران رساند یا در پهن شدنش سهم داشته باشد یقین بداند که در اجر و ثواب شریک است. هر کسی به سبب نواری پهن کرده او به همین طریق روزه بگیرد به مثل همان روزه‌داران اجر و ثواب میگیرد اگرچه روزه نگرفته باشد. چون که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند دلالت کننده به نیکی مثل انجام دهنده آن است.